حافظ خوش آمدی. خوش باشی. نکه به مارکت میری؟ چیز کار داری ها؟ نه کار نیست. چی؟ تو از وقت کاملی هیچ بیرون نرفتی؟ گفتم بیایم تو را یک بار بیرون و چکر ببرم. راست میگی ها؟ حالا نمیفهمم که چی بگویم. کاکا عزیز چیز نگویم. نه نمیگم، من امراش گپ زدم، گفت خوب میشه، دختر بسیار دقاورده، گفت ببرش. تو مرا بیرون میبری؟ تو چه قادم خوب هستی حافظ. خوب است، پس بریم، عجله کنیم بریم. درست است، من لباسای من تبدیل میکنم. قسم سعید خوبش هستی؟ درست است، من بالا پوش من میگیرم و میایم. خیمام نموتر منتظرت میباشم، زود بیای خواه. درست است. آدمه است که قیدگیری هم نمیکنه دختر. درست است، پس اوراقی که باید امضا شوهرم همراه خود میارم. طرفای 8 بجه میرسم. خداحافظ. بیادر خیرت است؟ تو از کجا شده بچم؟ پشت من نکرد، تو را چی شده؟ خوب هستی؟ همینجا نشانی باشه، او را احمقه یک روز خود کشتم، هیچ کس نجاتش داده نمیتونه. چی شده بیادر؟ باز چی کده؟ پرسان نکو چی نکده برش نام نازه میگیرم، مثل که هیچ چیز نشده باشه، مثل که خوارم گم نشده باشه. او رات خنده میکنه، توقع داره باور کنم خودش رفته، اما خاطر جمع باشه. من بالاخره معلوم میکنم که نازه چی شده، پیش از اینکه بفهمم که سر او چی بلای آمده مردن سرم حرام است. بیادر ما امروز یک چیز بسیار عجیب فهمیدم. چی ده؟ کاکای او دختر که نجاتش دادیم نه آقا احسان هم میگم. او با دیدنم آمده بود، بیکار است، آمد که درباره خود بگویم. فهمیدم که دلدر پیرادار خانه همسایه او را لشون بوده. نازم میشناسه. بچیم تو چی میگی؟ متوجه هستی که چی گفته میدی؟ بیادر وقتی که شنیدم من بسیار تعجب. الان پیشش میرم هر چیزی که واقعیت است. بیادر او چیز خاصی نمیفهمم. حتی برم گفت که من خانم نازه بسیار دوست دارم، برش سلام بگو. بیا بیشی، یک قسم نه یک قسم، بالاخره واقعیتا معلوم میکنیم. تو حال آرام باش. بیخی مثل فیلم آواری هر جای چکر زدیم نه، اما یک سینما نرفتیم. خیر است، گپ ما پس گرفتم، تو گفتای مرا فراموش کن. به هر حال من برات یک کم از طفولیت خود قصه میکنم. من فهمیدم تو فیلم‌های عاشقانه را دوست نداری، فیلم‌های اکشن خوش داری، اما حق داری. من زده او قسم فیلم‌ها، خدا را شکر من هر قسمش خوش دارم. به هر حال بعد از رفتن پدرم برات گفته بودم که ما و لالایم تنها ماندیم. من در رستوران کار میکردم که در اونجا یک مشتری برام پیشنهاد داد. باز من رفتم و با لالایم قصه کردم. بیادر جان. چقدر مقبول شدی علینا جان. خیرت است نه که به خاطر من خودش شیک کردی. مزاق میکردم جانم. همراه دوستایت بیرون میری؟ نه همراه دوستایم نمیرم. گفتم با آخرین بار همراه کنان غذا بخورم و خدافیزی کنم. دیگه ای که بعضی ورقارام وکیل روان کرده اون رو باید امضا کنم. باورم نمیشه علینا، تو هنوزم کنان میگی؟ لالا لطفاً زیادتر از این گپا دراز نکن، یک کمی بعد میرسه. نمیخوایم کدام مشکل پیش بیایه. درست است، چپ هستم. ملکه برای میگن مسکن بدی، سرم بیخی از درد میکفه. یک دفعه چی شد که سرت به درد آمد ها؟ دیگه چی شبه؟ دلیل سردردی ما او رول احمق کودن است خلاص. هر وقتی که یادم میآید سرم از درد میکفه. برای چی گفت که قدر عصبانیت ساخته؟ درباره کاروبار است؟ نه دخترم، درباره کاروبار نیست. پدرت قدر اتفاقات بد سپری کده که از خاطر کار تشویش میکنه. خیلی چی گپ شده؟ او احمق چی کده که قدر تو را عصبانی ساخته عزیز؟ زنده باشی ملکه. هر وقتی که برای او احمق میبینم خوارم یادم میایه، قلبم درد میگیره. او دختر چی شده؟ او دختر کجاست؟ کجا رفت؟ عزیز قسم نکو مریض میشی. باز هر وقتی که مسئله واز میشه مثل که او احمق از هیچ چیز خبر نباشه. درست است، آرام باش.
دختر اگه حامله باشی چی فرق میکنه ها؟ چی فرق میکنه؟ فکر کردی وقت حامله هستی من همراهت ازدواج میکنم ابرو ها؟ در پیشونی من احمق نوشته شده و من خبر نیستم ها؟ اگه فکر میکنی من احمق میسازی کاملا اشتباه میکنی. فهمیدی؟ شنیدی یا نه؟ ما تا را آدم فکر کرده بودم سینان، حالا که نیستی بسیار خوب میفهمم که چطور آدم بسازمت. شام بسیار زیبا بود. به خاطر کل چیز بسیار تشکر. در اصل من باید تشکر کنم از اینکه پیش از رفتن برام وقت دادی. به خاطر که او اوراق بسیار با آسانی امضا کردی تشکری میکنم. کلش کار وکیل صاحب است. نه هیچ مهم نیست. آخر او بیچاره تابع امر است. حتما او رال برش دستور داده. او حتما فکر کرده که بعد از جدا شدن به مال و ملک شما چشم میدوزم. کنانه که من میشناسم هیچ وقت او قسم یک آدم نبوده و نمی باشه. لالایم نباید او قسم یک تصمیم میگرفت. کلگی میفهمه او کارش، کلگی میفهمه او تصمیمش. برای ما تو مهم هستی. نمیخوایم که با تو مناسباتم خراب شود. ما خود دشمن نیستیم. کار نکردیم که باعث جگرخونه یکی دیگه ما شویم. جایت پیش من همیشه متفاوت میباشه. جای تو همچنان. از اینکه تو واره یک دوست دارم بسیار خوشبخت هستم. بله شاید موفق نشدیم که زن و شوهر خوب باشیم، اما من باور دارم که دو دوستای بسیار خوب شده میتونیم. علینا کنان پیش از رفتن من میخوایم یک کار دگام کنم. بگو فوراً میکنیم. چی میخوایی؟ میخوایم که امشب دو کشتی بمونیم. در کشتی؟ نه او قسم اشتباه درک نکن. یعنی نمیخوایم که در اونجا کدام محفل بگیریم. فقط میخوایم با عنوان یک دوستت مرا اونجا دعوت کنیم. میخوایم یک چند دقیقه با هم خوش باشیم. البته. آی چه قسم یک خوشبویی است. دهی گل صبح آشپزخانه ما بویی داشته. لالا حسنه میته. خیرت خواست دختر. صبح بخیر میلوش. وقت ترخیسته بودم گفتم که کلچه پخته کنم. ماشالله چقدر کار کشته شدین خانم. اصل دختری چه از آشپزخانه نمیبرایه. من برات یک چیز بگویم. اگه توی دست پختایت به تنهایی خورده بری تا خزان 200 کیلوگرم وزن میگیری. برات گفته باشم. اما اگه سر کس دیگه میخورانی باز میلوش مثل که من نمیفهمم. دیوانه استم چطور ها؟ زیاد گپ نزن. حالا اینا را در پاکت جای به جای کوزو چو. خب باز بعد از او ما میرم و لباسای ما تبدیل میکنم. درست است اما تو میکنم. آقا اورال خانم علینا نیست. یعنی چی که نیست؟ چطور نیست؟ شاید در امان باشه. نمیفهمم. به سرشم دست نخورده. شب در خانه نبوده. ماهیگیر. اگه همراه خواهرم کدام کار کرده باشید سایت رو میده میکنم. هر وقتی که برای او آدم میبینم خوارم یادم میآید. قلب ما درد میگیره. دختر چی شده باشه؟ او دختر کجاست؟ کجا رفته؟ پدرا وقتی که کل چیز فهمیدی باز اگه خدا کنترل کرده نتونی چی خود کردی؟ نمیخوایم تو را دوباره از دست بتون. او را در جایش بان، اما صحیح جای به جایش کن. بله حقی؟
از دیروز فتره زنگ میزنم، چرا تلفنت جواب نمیدی؟ کاکا از دست مصروفیت‌های زیاد فرصت نشد که زنگ بزنم. حال تو هم گفته بودم مصروفیت‌های تو. آدم شدی یا حال سر من مصروفیت‌های تو رخ میزنی؟ آن نه کاکا. درست است. گپ دراز نکن. گوش کن چی میگم. دلیل در که پیش آقا فکریشان رانندگی میکردی، ده همسایگی اونا یک خانه بود. ما خانه دمیروغلوها را میگی؟ خانه دمیروغلوها. او خانواده یک عروس مقبول داشت. ناز؟ خانم ناز میگی؟ بله خانم ناز خودش است. خب بگو ببینم بعد از اینکه من اخراج شدم بازم خانم ناز دیدی؟ نه کاکا، حالا ایگه پاس کجا شد؟ پشتش نگرد که از کجا شد. تو فقط به سوالای من جواب بده. کاکا ایسان، او زن بیچاره یک دفعه‌ای گم شد. بعد از رفتن تو دیگه هیچ ندیدمش. خب دلیل در هنوزم باقی خان ما پیرداری خانه دمیروغلوها را میکنه یا نه؟ بله باقی خان میکنه. در صورت پیش باقی خان حتما شماره تلفن اورال است. البته که از امکان نداره که نباشه. صبح بخیر. صبح بخیر. چطور بود؟ راحت خوکدتانستی؟ خوکدم بسیار راحت بودم. عالی است. بلا ما بسیار ترسیدم که خدای نخواسته مریض نشی. نه دفعه پیشواره نبود. او وقت نو از شفاخانه رخصت شده بودم از خاطر. البته حق با توست. حالا بیا صبحانه تیار است. بیشین. ما دستوریمه بوشویم باز میایم. درست است برو. ما تا وقت چای مندازم. اصل غافلگیرم ساختی. خوش آمدی. از تو خود کدام خبر نامد. مام خواستم که خودم اینجا بیایم. بسیار خوب کردی. بیبی برات با دستای خودم کلچه پخته کردم. راستی؟ خیر ببینی مام صبحانه را تیار کرده بودم. کنون اینقدر چیزا را به خاطر من خود تیار نکردی نه؟ نه دیشب دستشوی اینجا بسیار عالی است. الینا میبخشین من خبر نداشتم. نه خواهش میکنم. صبح بخیر. حالا بیا بیشی بیا. ما مزاحمتان نمیشم. استغفرالله. مزاحمه چی؟ الینا خواست که پیش از رفتن یک شب در کشتی بانه. فقط همین. ای کنانا، تو وقتی که دوتا را فریب دادی حتما سیومیشون میتونی فریب بتی. اما تو صبر کن، من جزایی کارا را برات میتونم. یک تیم فوق العاده اینجاست. اما فقط من کم بودم. ما من آمدم. خوب شد که آمدم. نه پوره شدیم. لالو تو ده اینجا چی میکنی؟ دیشب خانه نامدیم. من به خاطر که به تشویشت شدم خواستم خبر خواهرم بگیرم که همراه شوهرش با آخرین بار غذا میخوره و همراه شب میباشه. همین قسم نیست؟ اشتباه میکنم که قسم میگم. دو تا آدم رسیده و پخته هستین. هر کاری که بخواین میتونین بکنین. البته با ما ربطی نداره، اما یک دفعه خبر خو میدادین. لطفاً چت یاد نگو اورال. بیبی خواهرت بیبی کاملا خوب است. حال از کشتی پایین شد تمام صبحانه خود بخوریم. حالا اصل جان بیا که سرد میشه. نه من سر کارم میرم. دزم نمیخوایم مزاحمتان شوم. دقیقاً بعد میکاره کنی اصل جان. ما فکر کردیم. الینا را دیدم قلبم راحت شد. حالا به خاطر جمع صبحانه اینتونه بخوریم. راستی الینا برات سفر خوش میخوایم. خدا کنه کلی چیز به خواستت پیش بره. این حاملگی چقدر یک چیز خوب بوده. یک انگشتر که برام پوشانده شوه کل چیز کامل میشه. زنگ بزنه زیاد زنگ خواد زده. صبح خیر.
خانم ابرو کجاست؟ نامده؟ امروز نامده آقا سینان. ده اصل ما به تشویش شدیم، بدون خبر دادن غیر از این نمیکرد. اما زنگ زده پرسل نکردین که چرا نامده؟ البته که زنگ زدیم ولی جواب نمیده آقا. خانم ناز برات سلام گفت. اگه نمیخوایی که سلام به گوش آقا عزیز برسه 5 لک لیره فوراً آماده کن. اصل جان بیا بریم ما هم قهوه بخوریم. ما پشت دق شدیم، کمی با هم قصه میکنیم. قهوه چی؟ تو قهوه تا به تنهایی بخور، ما سر کارم میرم. راستی تو چرا اینجا آمده بودی؟ به خاطر هر چیزی که اومدیم. به تو چی؟ میفهمم تو پیش ماهیگیر آمده بودی، اما تو نیست؟ من برای چند دفعه گفتم که نباید سر این ماهیگیر اعتماد کنی. وظیفه اویی است که هر کس فریب بده. توصیه تا پیش خودت نگاه کن اورال. دیگه در 4 طرفمون نبینم. کلش از خاطر خوبی تو است. تو به خوبی من فکر نکن، درست است؟ به خاطر که موفق نمیشی. چی است؟ یعنی چی که خانم ناز برات سلام میگفت؟ تو کی هستی؟ حالا تو از کجا شدی؟ اصل میگی بازی تو است. به خاطر کل چیز بسیار تشکر کنم. ما باید تشکر کنم. خوش شدم که خوب گذشت. کارای تا رو برا بساز و یک بار با دیدنم بیا. تو یک دفعه برو جا با جا شو، تداویت شروع کن. مام همین که فرصت پیدا کردم با دیدنت میایم. راستی علینا، رفتنت به جنوا با اورال خو مربوط نمیشنه؟ یعنی بسیار تصمیم عجلو نگرفتی بعدن پشت اینجا دق نشی؟ این موضوع مربوط الالایم نمیشه. کل این تصمیم را به تنهایی خود گرفتم. باید از صفر شروع کنم و به خاطر این کار باید بعضی چیزا را فراموش کنم. چیزی که میخوای فراموش کنیم هستم؟ تنها تو نیستی کنون. کل اتفاقات است که تیر شد. من دیدم که به خاطر خوشی من تو چقدر از دل و جان کوشش کردی. من نمیخوایم باعث جگرخونی کسی شوم. من توانایی این کار ندارم کنون، یعنی نمیتونم. تو آدم نیستی که کسی را جگرخون بسازی علینا. تو اصلا یک رابطه ناتکمیل داره. من متوجهی هستم، اما این مربوطه تو نمیشه. این را یک زن حس میکنه و اگر واقعا کسی را دوست داشته باشه باز میخواه که او شخص واقعا خوش باشه. با خاطر که درکم میکنی واقعا تشکر میکنم. دستل از تو تشکری میکنم. همیشه در پیشم بودی. اگر نتونستیم خانم و شوهر باشیم موفق شدیم که دوستای واقعی باشیم. متوجه هستی؟ خداحافظ کنان.
خدا حافظ الینا. دمرایت خوبی. زنده باشی احسان. گپ اومد از زمین انداختی تا اینجا. خواهش میکنم تو بخوای امکان داره که من نبیایم. وقتی که کنان گفت که درباره ناز یگان چیزا میفهمی، خواستم با گوشای خود بشنوم. کاش که چیزای به درد بخوره میفهمیدم تا به شما کمک میکردم. غیر از نارضایتی که در بین اونا بود، خوبی خانم ناز و گفتگویی که در شب اخراج شدنم داشتن، غیر از اینا دیگه چیزی را نمیفهمم. خیر است اینا جزئیات بسیار مهم است. ببین ما از چیز خبر نداریم، هر چی میفهمی بگو. آقا عزیز، او خانه‌های بسیار بزرگ بودن. خانه‌ای که من درش کار میکردم خانه آقا اورالشان. خب چی شد؟ 4 طرفش همیشه با کمره احاطه شده بود. کسی که میرفت، کسی که میآمد، هر گپی که میشد کل چیز ضبط میکرد. میگم که یک بار شما کوشش کنین که او تصویرها رو ببینن، شاید چیز به دستتون بیاید. گرچه از او وقت مدت زیاد تیر شده، وقت پاک شده باشه. به هر حال من دیگه میرم، با اجازهتان. خیر ببینی، زنده باشی. یک دقیقه. چی شده؟ خیرت است؟ دفعه دوم است که تو را اینجا میبینم. اینجا چی میکنی؟ به دیدن آقا عزیز آمده بودم. من تو را در کدام جای دیدیم اما هیچ یادم نیست. مرا؟ نه جانم، حتما با کسی اشتباه گرفتن. من آقا عزیز میشناسم، به خاطر کار آمده بود. آقا عزیز چطور میشناسی؟ از طریق بیادرزاده. پس بگو بیادرزادت کی است؟ شما او را نمیشناسین، در یک خانه کار میکنه. درست است، برو بخیر. یه عزیزه ببین، اگر در دست او باشه تمام احمقا را در شرکت جمع میکنه. از حال امروز بسیار چوب هست. هر روزش از دیگر روزش فرق کرده میره. دیدی من خود گفته بودم، باز گفتی تشویشی هستی. او دختر خوش و خندان کلچاره گرفت و به عجله از خانه برآمد و رفت. بچه‌ش یک دختر چوب و غمگین آمده. او دختر همراه کنان جنگ نکرده باشه، از او خاطر قسم لبرویش کشال است. والا من نمیفهمم اما جان، اگه بسیار به تشویش هستی برو از خودش پرسان کن. من اگه پرسان کنم قار میشه. کنان آمد. مانده نباشه. آی دلم از برم نزدیک و گپایشان بشنوم ملکه. حالا اما جان، حالا با هم دیگه خب بسیار میزیبن. من نوشو بیتانه میارم. گپ نمیزنی؟ نمیخوای چیز بگویی؟ میخوایی برای چی بگویم؟ در ضمن امروز من درس خدا گرفتم. با گفتن هیچ چیز نمانده کنون. به خاطر که تخمین میزدم که درباریم امصبح چی فکر میکردی اینجا آمدم، ولی چیزی که فکر میکنی و قسم نیست. کنون مجبور نیستی که برام توضیح بدی. در ضمن من کی هستم که حساب ای را ازت پرسان کنم کنون؟ لطفاً تو نگو. به خاطر مسائل ناق بلایی نماده که سر ما نامده باشه. چی فرقی میکنه اگه کمی همراه الینا مانده باشم، کمی غذا خوردیم بس خلاص. یعنی بیبی خواهش میکنم آب نادیده موزره از پایت نکش لطفاً. راست میگی؟ ما چی وقت به تو دروغ گفتیم؟ تو برم نگفته بودی که میفهمی من عاشق الینا نیستم؟ در ضمن بعد از این من کاره میکنم که تو جگرخون شوی؟ حالا که یک چانس دوم بعد از آوردیم ایرا نباید به خطر بندازیم. بله همه قسم است. خیلی چی؟ درست از دیگه بیبی دیگه اجازه نمیتم که چانس سومی در بین ما دخیل شود. وعده است؟ البته که وعده است. من دیگه میرم. خدا حافظ مادر. خداحافظ. کنان خوب شد که آمدی.
پیشنهادی که داده بودم قبول کردم. صبح اگه به تو مناسب باشه کار شروع میکنیم. مورا شروع کن. این پروژه بسیار خوب شد. از این پروژه توقعات زیاده دارم. بی از او صبر کردن ما اشتباه بود. ها خوب شد که یادم اومد. با یک مدت میشه که ما و تو از همدیگه خفه هستیم و میفهمم که همدیگه رو بسیار رنجاندیم. اگه واقعا کدام اشتباه کرده باشم باز ما معذرت میخوایم. مورا در روزهای جدا شدن از ابنه واقعا به حسابم تسلط نداشتم. متوجهی هستم. خیر است بیادر، دقیقش نباش. این قسم گپا میشه. ما بیادر هستیم، ضرور نیست که معذرت بخوایی. تو فقط به گپای لالایت گوش بده. من اشتباه نمیکنم. بالاخره جدا شدن خود جدا شده. ماما او احمق مقدار هنگفته پیسر از خود ساخت. البته که از خود میسازه. سینا کی گپ مرا گوش میکنی؟ به هر حال کاش که مشکل ما تنها پیسه می بود. او پیسه زار و مرگش شوه. چی شد؟ موضوع ابروره چی کردی؟ او یک موضوع جداست. ورا باز چی موضوع است سینان؟ مرا سل کن. از او شیطانم کدام فریب نخوری، فهمیدی؟ این بار مراعاتت نمیکنم. فکرت باشه دفعه دوم فریب خوردیم ببین مسخره شدیم. متوجه هستم، میبینم کل چیز تحت کنترل است. تشویش نکن. درست است؟ خانم ناز میگه که لالا باید تصویر کمرای خانه رو ببینه و از کل چیز خبر شوه. تصمیم دارم که برش بگویم. بیچاره بیازو با تشویش خواهرش است. 500,000 لیره یادت نره. لعنتی، هر کسی تو رو زنده نمیمونه به شرف. بعد از او قدر دردایی که به من دادی، حالی هم یک کمه تو باید شکنجه شوی آقا اورال. در اصل حرام ساختن زندگی سرت به من کافی است و حتی زیاد هم است، اما سرش یک 5 لک لیرام خوب میچسبه. آقا اورال. خلاصه بعد از یک مدت بسیار طولانی با اولین دفعه از خوارم یک خبر به دست آوردیم. آقای سانم یک رقم تشریح میکرد. میگفت خانم ناز بسیار مهربان بود، بسیار خوب بود. بیخی جیگرم سوخت. خوارم یک لحظه از یادم نمیره. خیر است عزیز، بالاخره موضوع روشن میشه. تشویش نکن، درست است؟ در ضمن برخلاف انتظارت پیش یک مرد آمد که نازم شناسه. اگر نازه چیزی شده باشه مام جان و رال خواد گرفتم. احسان درباره تصویر کامرایم نتی دیگم گپ زد که با ما ضرورت است. در خانه کامرایم نتی دیگم بودم میتونه که ما از او خبر نیستیم. بر علاوه گفت که تصویر کامرای خانه پالو هم دیده شد و از او خاطر دوباره پشت تصویر هم میفتم. خانم ملکه هر چی زودتر معلوم کو که به ناز چی اتفاق رخ داده. باید هر چی زودتر از اورال نجات پیدا کنیم. الینا بالاخره ما را تنها میمانی و میری. چرا شما را تنها بانم؟ هر وقت که خواسته باشین میتونین پیش ما بیاین. درست است، او قسم خواه است. چی بفهمم دیگه؟ یک نباید جدایی است دیگه. طرف ما بی اگر ما را بیخبر موندی باز بیخبر نمیمونم و شما وعده میتونم که متوجه صحت خود ما میباشم. چندین دفعه شد که ایره برای میگه. درست است، میفهمم الینا. ما چی کنیم؟ تو خواهر ما هستی. جایت هم پیش ما و هم پیش اورال بسیار متفاوت است. همه قسم نیست اورال. لالا جان تو خوب هستی؟ کدام گپی شده؟ نه نازه چیزی نشده، همه تو در فکر رفته بودم. گفتی ناز؟ میبخشی، میخواستم الینا بگویم. چی شده؟ چرا یکی دیگر رو سل میکنیم؟ نه ترسین، من دیوانه نیستم. یک اشتباه ذهنی بود خلاص. فهمیدین؟ فقط اشتباه کردم. گپی نیست که کلانش کنیم. با اجازتم.
چی گپ است برو؟ حالا میگی که چی گپ است برو قاسینان؟ درست است همو تو باشه. من فقط به خاطر خداحافظی کردن برای زنگ زده بودم. خداحافظی؟ بله، در صورتی که ما و طفلم نمیخوایی باز ما به همیشه از زندگیت میرم جانم. گوش کن برو، کدام کار اشتباه نکنی فهمیدی؟ تو را چی که من چی میکنم؟ ای که مردیم یا زنده استم یا از زندگیت خارج شدیم به تو فرق میکنه؟ درست است برو، منتظر باش، من اونجا میایم. هوش کنی کدام کار اشتباه نکنی. میایم. اینه تا قاسینان به خواست خود پیشم باید بیایی. بله بیکار هستی؟ خوب هستم. یک چیز میگفتم، یک موضوع بسیار مهم است که میخوایم درباره‌اش هم باید گپ بزنم. اگه صبح بیکار باشی نه رستوران نمیشه، من پیشت میایم. درست است صبح و صبح میبینیم. خوب است. ابرو چی شده؟ اینجا بشی. ابرو تو چی کردی ها؟ چی کردی؟ دوا خوردم. لعنت به شیطان. بخز به شفاخانه میرم. حالا بخز. نه من هجایی نمیرم سینان. من او را از بین بردن ندانستم. طفل ما را از بین بردن ندانستم. سینان از بین بردن ندانستم. من کنترل خود از دست دادم. 2 یا 3 دانه از او تابلت ها خوردم. بعد از او دلم بد شد و کلش استفراغ کردم. درست سگانه میفهمم. بازم باید به شفاخانه بریم. دکتر تو را باید ببینه. حالا نه به دکتر ضرور نیست. سینان تو اینجاستی. ما هم طفل بسیار خوب هستیم. اصل هنوز بیدار نشده؟ نه خواهر جان بیدار شده. وقت شفت صبحم شروع کرده. شفت صبح منظور چی است؟ آی کاکا عزیز چه قسم توضیح بدم؟ او یک مسئله است که توضیح دادن نمیشه بلکه حس میشه. ملوش بلی از خدا سوال صحیح جواب بده دخترم. اصل کجاست؟ برآمد و رفت.
این دختر دی گل صبح با کجا رفته میتونه؟ خوب شاید رفته که شکار ماهی ها را سیل کنه. میلوش فهمیدیم اصل خانه نیست. به هر حال ما صبحانی خدا میخوریم. سینان کجاستی؟ سینان سینان یعنی چی؟ مارا اینجا تنها مانده و خودش تنها رفته؟ سینان تو کجا رفتی؟ خب خیلی قسم است. البته خوب کردی. خدا بخیر برسانش. از طرف من به علینا بگو که سفر به خطر داشته باشه. خب بعدن خمیایی نه؟ البته گپ میزنیم. آرام باش ابرو. اگه نه کل چیز از دست میدی. وای خدا، علینا رو ببین. گفت میرم و رسما کار خدا کرد. مادر مرحومم همیشه میگفت نباید به اساس ظاهر قضاوت کنیم. علینا ثابتش کرد. در پشت او ظاهر آرام، بی سر و صدا و گپ شنا یک زن معظم و قدرتمند خوابیده بود. دلم از هفته آینده یک دفعه من برم امکانات بود و باشش از نزدیک ببینم. امروی دکترم درباره تداویش گپ بزنم. بسیار نظر نیکی است. کم مونده که به عزیز کل چیز بگویم. یا 500,000 لیره را آماده میکنی یا خدا به اتفاقاتی که رخ میده آماده کن. صبح خیر. صبح خیر، خوش آمدی. درست شد که در گل صبح میایم. هیچ راحت نمیمونم. تموتو نیست. تو مرا هیچ راحت نمان. درست است؟ کنان ما باید یک چیز مهمه برات بگویم. صحیح خوب فهمیدین حافظ. ببین این موضوع به خاطر من مهم است. اشتباه نمیخوایم. تشویش نکن استاد، او دیگه کار من است. میفهمی که او تصویرها را قبلا هم جستجو کرده بودیم حافظ، ولی خوب شد که ایسان با خبرای نمومد. انشالله این بارو میدای ما نقش براب نمیشه. حتما از خوارم یک سر نخ پیدا میکنیم. انشالله استاد، انشالله این دفعه با یک نتیجه میرسیم. ما اول معلوم کنم که کدام شرکت امنیتی در اونجا کار میکرد یا نه. بعد از او پیدا کردن یک نفر شناسا از داخل آسان است. حالا شیرم، حالا خدا نشان بده. باورم نمیشه. خدای من، اون مصیبت خدا قاتل است. اون لعنتی قاتل است. باورم نمیشه. حالا چی خواد کردیم؟ اینا را به عزیز بیادر چطور نشان بدیم؟ حسن، تو چطور تانستی قدر وقت اینا را از ما پد کنی؟ چطور تانستی از پدرت پد کنی؟ اگه تو ماها همراه اورال زیر یک سقف زندگی میکردی و شاهد این میبودی که او میتونه چی کارایی انجام بده، مطمئن باش تا من میخواستم یک کارا میکردی. من ترسیدم کنان، واقعا بسیار ترسیدم. در ضمن من از این تصویرها به حیث یک توز به خاطر نجات خود استفاده کردم. این چطور امکان داره؟ چاره دیگه نداشتم.
دیگه قسم از او خانه خارج شدن نمیتونستم. میفهمم این کارم بسیار خودخواهانه معلوم میشه، اما انجامش دادم. با دیدن رنجی که پدرم به خاطر خواهر خود میکشه فهمیدم دیگه نمیتونم حقایق قضیه ترازی بود کنم. یعنی هیچ چیزی به دستتان نامد مدیر صاحب؟ شماره که شما داده بودین با یک شناسنامه جعلی گرفته شده آقا آراد. یعنی هیچ شانس بر پیدا کردنش نیست؟ بشنوید، اگر به شماره شما پیامایی که ارسال میشه و شما را ناراحت میسازه، شما میتونین یک شکایت رسمی درج کنین و ما از طریق تعقیب کردن سیگنال او شخص مورد نظر تثبیت میکنیم آقا آراد. نه قدرم مهم نیست، من خودم میتونم حلش کنم. تشکر. از آدمای چهار طرفتان بوده میتونم. بهتر است که محتاط باشید. عزیز بیادر نباید بفهمه که تصویر پیش تو بوده. نباید بفهمه. اگه فکر میکنه دختر سکش به او خیانت کرده. اما تو یک چیز خواهد شد. من یک راه پیدا میکنم. مجبور هستم که تو را از این کار به یک شکل دور نگاه کنم. درست است، اما چه قسم؟ او شب مبان. من برای شک راه پیدا میکنم. کافیست که تو چیز روانمود نکنی. درست است؟ کنان بیبی اصلا نمیخوایم به خاطر من خودت خطر بندازی. در این باره به من وعده بده. بیازو اگه کل چیز فاشه و اورال فکر میکنه کلش کارم است. بله میفهمم، ولی از اینکه در حق تو کار کنه برش بسیار دیر خود بود، به خاطر که او قاتل بی‌شرفت از زندان روان خود کردم. تو فقط یک کار باید بکنی، هوش کنی به کسی چیز نگویی. درست است؟ درست است؟ هوش کنی. چند لحظه پیش از دالیس تیر می شدم تصادفاً یک گفتگو را شنیدم. کنانم روی کسی گپ میزد. چیز خاصی نفهمیدم. کنان اصلا کدام چیز شده؟ گفتی اصلا من چرا باید تسلیم شوم احمقا؟ ها؟